سلام بچه، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب سوال رو نگاه کنید. گفته اگه A اشتراک B توهی باشه، یعنی هیچ اشتراکی نداشته باشن و تعداد عضو A منهای B 8 تا باشه و تعداد عضو A اجتماعی B 35، در این صورت مجموعه B چند عضوی است؟ خب از این که گفته مجموعه اشتراک توهیه، پس ما میگیم تعداد عضو مجموعه اشتراک یعنی N A اشتراکی B مساوی با صفر. حالا یه فرمول داریم که n a منهای b مساوی است با n a منهای n a اشتراک b. خود سوال به ما گفته n a منهای b 8 است. n a اشتراک b هم که گفته بود صفر. خب از اینجا ما نتیجه میگیریم که مجموعه a 8 عضوی است. حالا یه فرمول دیگه برای اجتماع داشتیم. n a اجتماع b مساوی با n a به علاوه n b منهای n اشتراکشون. خب دوباره جاگذاری میکنیم. اجتماع که 35 تایی بود، آرم که حساب کردیم 8 تا، اشتراک هم که صفر، از اینجا NB به دست میاد 27.